سلام دوستان، وقتتون بخیر. با ادامه جلسه 4 نصب و فعالسازی افزونه ووکامرس در خدمت شما هستیم. خب در ادامه جلسه قراره که بریم بخشای دیگه‌ای که از این افزونه باقی مونده بود رو با هم آموزش ببینیم و بهتون بگم که مراحلش به چه صورت است. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. هر نظر و سوالی هم داشتید زیر همین پست کامنت بذارید. ممنونم. قسمت‌های دیگه‌ای که بعد از نصب افزونه ووکامرس اضافه میشه قسمت محصولات هست که ما اینجا توی قسمت همه محصولات ما میتونیم لیست محصولاتی که وارد کردیم رو ببینیم که به صورت که من قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم یه محصولی رو به صورت نمونه اومدم تعریف کردم که بتونم اینجا توی سبد خرید این موارد رو به شما نشون بدم. خب اگه شما میخواین محصول جدید اضافه بکنید افزودن محصول جدید رو میزنید. اینجا یه برگه باز میشه، یه صفحه باز میشه که خیلی شبیه به قسمت نوشته ها میمونه. در واقع محصولات هم یک نمونه از پست تایپ ها هستن و همون ویژگی ها و مواردی که توی نوشته ها داشتیم رو با کمی تفاوت توی این قسمت هم داریم. خب اینجا میایم نام محصولمون رو وارد میکنیم. یک محصول ساختگی میایم وارد میکنیم. حالا میخوام نمایش بدم که تو صفحه محصول چجوری این اطلاعات رو نمایش میده و این همین میام اینجا رو همینجوری به طور نمونه وارد میکنم. خب این قسمت انتشار محصول دقیقاً مثل قسمت انتشار نوشته ها هست. دقیقاً همون گزینه ها رو داریم. تصویر محصول که در واقع همون تصویر شاخصش میتونه باشه، اینجا میتونیم گزینش نگاره رو بزنیم، از توی کتابخونه‌مون انتخاب کنیم یا اینکه بریم فایلش رو بارگذاری کنیم که من همین تصویر رو میزنم به عنوان تصویر محصول. افزودن گالری داریم. این یه مورد جدیده که تو قسمت محصولات داریم که تو پست تایپ نوشته ها نبود. اینجا میتونید مثلا چند تا عکس دیگه از محصولتون رو اضافه کنید که به صورت گالری باشه و تو صفحه محصولتون. خب من اینجا این عکس رو اضافه میکنم و دوباره همین عکس رو فقط نمایش بدم که به چه صورت هستش. قسمت دسته‌بندی محصولات رو داریم که مثلا میتونیم دسته‌بندی ها رو وارد کنیم اینجا یا اینکه از قسمت دسته‌بندی های محصول از این قسمت دسته‌بندی هامون رو به صورت مرتب اول بنویسیم، زیر مجموعه هاش رو مشخص بکنیم که بعداً لیستش اینجا میاد و ما میتونیم بر اساس اونا محصولاتمون رو دسته‌بندی کنیم. برچسبم به همون صورت قبلی. خب برندها و اینا رو ما تنظیمات آسترو کاری نداریم. بعد یه قسمت داریم به اسم توضیحات کوتاه درباره محصول که ما میتونیم اینجا مثلا به صورت لیستی یا یه توضیحات خیلی کوتاه بیایم در مورد محصولمون توضیح بدیم یا ویژگی هاش رو مثلا بذاریم. باز من به عنوان نمونه میرم داخل یکی از سایت هایی که در حال حاضر روش کار میکنم، اینجا محصولاتش رو میزنم. خب مثلا یکی از محصولات انتخاب میکنم، ویرایشش رو میزنم، تو تب جدید باز میکنم براتون. ببینید این عنوان محصول هست، این پیوند یکتاشه که ما همیشه به انگلیسی تنظیم میکنیم. این توضیحات در مورد محصول، عکس شاخصش رو انتخاب کردیم. دسته‌بندی هاش رو به این صورت میبینید. وقتی که محصولاتتون مشخص بشه به این صورت میتونید خیلی کامل دسته‌بندی ها رو انجام بدید و برای هر دسته‌بندی زیر شاخه هاش هم وارد بکنید که جلوتر بهتون میگم به چه صورت هست. توضیحات کوتاه ما اینجا میایم مثلا لیست ویژگی های این محصول رو به صورت موردی می‌نویسیم. خب اینا که مربوط به تنظیمات سئو هست کاری نداریم فعلا. از این قسمت اطلاعات محصول میایم اطلاعات محصولمون رو وارد میکنیم که شامل قیمتش هست، موجودیش در انبار هست، اینکه مثلا مجازی هست، دانلودی هست و سایر تنظیمات اینچنینی. خب من همه این تبا رو دونه دونه براتون توضیح میدم.
تو اطلاعات محصول اولین گزینه‌ای که می‌بینید این لیسته که باز کنید، میگه محصولتون نوعش چی هستش، ساده هست یا متغیر هست. حالا ما محصول سادهمون چیه، محصول متغیر چیه؟ محصول ساده که به صورت پیش‌فرض هست، یعنی اینکه همینجا میتونید شما یه قیمتی براش وارد کنید و به این صورت بذارید من باز کنم براتون. میاد محصولتون رو نمایش میده، قیمتش رو به این صورت نمایش میده که مثلا 2 میلیون تومنه. اینجا دیدید حالا این برگه من طراحیش رو دقیق کامل انجام دادم با المنتور که اینجا تو سایت خودمون ما محصولمون رو انتشار رو میزنم. به این صورت نمایش میده. این عکساییه که برای گالریش انتخاب کردیم. حالا باید عکس محصول باشه، دقیقاً من اینجا به طور پیش‌فرض گذاشتم که ببینید. خب اینجا داره عنوانش رو نشون میده، دسته‌بندیش رو نشون میده. اینجا آدرس سفر رو داره به ما نشون میده. اینم که عکس شاخصشه. خب توضیحات محصول رو توی این قسمت نمایش میده. نظراتم روی تب نظرات که بزنید اینجا میتونید دیدگاه بنویسید. و اگه توضیحات کوتاه وارد کنید توی این قسمت نمایش میده. من یه توضیحات کوتاه هم میزنم. توضیحات کوتاه محصول به روز رسانی رو میزنم. توضیحات کوتاه رو بعد از عنوان و در کنار عکس میتونه نمایش بده. البته اینم بگم که همه اینا قابل تغییر هست و شما میتونید صفحه محصولاتتون رو به این صورت خیلی قشنگتر و جمع و جورتر بیاین طراحی بکنید با المنتور که تو جلسه‌های بعدی بهتون آموزش میدم. اینجا فقط می‌خوایم ببینیم که صفحه محصولاتمون چه گزینه‌هایی داره و چجوری نمایش میده هر کدوم از اینا رو. اینجا میایم روی اطلاعات محصول. توی تب اولش که همگانی هست شما میتونید قیمت رو وارد کنید. قیمت ها به تومان هست، پس اینجا دقت کنید که قیمت رو به تومان وارد کنید. اینجا مثلا 450 تومان رو وارد کردم. قیمت فروش ویژه برای زمانی هستش که مثلا شما روی محصول تخفیف گذاشتید که اگه این قیمت رو وارد کنید مثلا بذارید من اینجا 400 تومن رو بزنم و به روز رسانی میزنم. محصولمون که ما قیمت فروش ویژه براش زدیم رو به این حالت نمایش میده، روش برچسب فروش ویژه میزنه، یعنی که این محصول تخفیف خورده. قیمت اصلیش رو ببینید میاد روش خط میزنه و قیمت فروش ویژه رو نمایش میده که کاربرا بدونن که این محصول کاهش قیمت داشته یا اینکه تخفیف خورده. خب میتونید زمان بندی هم براش مشخص کنید که بگید مثلا این قیمت فروش ویژه از این تاریخ تا این تاریخه، که اینجا ما حالا با این گزینه کاری نداریم. وضعیت مالیاتش هم چون ما تو پیکربندی خود ووکامرس مشخص کردیم که میخوایم برای محصولاتمون مالیات مشخص کنیم، اینجا باید مشمول مالیات قرار بدید، یا برای یه سری اینجا فقط میتونید برای یه سری محصولاتتون مشخص کنید که مشمول مالیات نشن یا اینکه هزینه حمل و نقل نداشته باشن. خب وقتی مشمول مالیات میشه اینجا مشخص میکنیم که کدوم کلاس مالیاتی باشه که ما براش استاندارد رو تعریف کرده بودیم، پس میذاریم همین تنظیمات بمونه. توی تب بعدی فهرست موجودی رو مشخص میکنیم که محصول ما مثلا موجود هست، ناموجوده، یا اینکه گزینه پیشخرید در پیشخرید رو که فعال بکنید به این صورت هست که مشتری با اینکه کالای ما موجود نیست میاد پیشخرید انجام میده و وقتی موجود شد ما میتونیم براش ارسال انجام بدیم. اینجا وقتی تیک ردیابی مقدار موجودی محصول رو بزنید میتونید مثلا مشخص کنید که چه تعداد از این محصول باقی مونده
و اینو تو صفحه خود محصول نمایش میده. حالا مثلا من این تیکو زدم، این تعدادش هم روی 1 دونه هست. به روزرسانی رو میزنم. ببینید اینجا حالا قیمتاشو که ما وارد کردیم اومده نمایش میده و بعد دسترسیش رو نوشته 1 عدد در انبار. چرا؟ چون اینجا ما مشخص کردیم که فهرست موجودیمون تعدادش 1. اگه من بیام اینو بزنم روی مثلا 6 تا و به روز رسانی بزنم، اینجا که صفحه رو رفرش کنم میاد روی 6 تا نمایش میده. موجودی انبارتون رو در واقع داره نمایش میده. ولی اگه این تیکو برداری دیگه این گزینه هم نمیبینیم توی صفحه محصول. اگه محصولی از فروشگاهتون هم بود که تموم کردید، میتونید بزنید روی ناموجود که به صورت ناموجود نمایش میده و به کاربر میگه که این محصول موجود نیست. خب این تنظیماتش همینه. فروش تکی و اگه تیکشو بزنی در واقع دارید میگید که هر بار که مشتری سفارش میده فقط 1 دونه از اون محصول رو میتونه بخره. و برای بعضی از محصولات میتونید این رو فعال بکنید. و این به چه صورت هست؟ الان ببینید وقتی که اینجا میایید محصول خریداری بکنید، میتونید تعدادش هم کم و زیاد بکنید. مثلا بگید که من 2 تا از این محصول میخوام و بعد افزودن به سبد خرید رو بزنید. ولی اگه اینجا تیکشو بزنید و این تغییرات رو ذخیره کنید، نمیتونید اون تعدادش رو اضافه کنید. خب تب بعدی حمل و نقل هستش که اینجا میایید اگه برای محصولتون کلاس حمل و نقل اضافی ایجاد کرده باشید، میتونید اینجا انتخاب بکنید. حالا من نمیخوام تنظیماتش رو انجام بدم، فعلا نیازی نمیبینم چون که خیلی طولانی میشه توضیحش. فقط اینجا بگم که مثلا برای یه سری از محصولات شما میتونید با توجه به اینکه چه وزنی دارن یا اینکه چه ابعادی دارن، بعضی از محصولات مثلا ممکنه مثل لوازم خانگی باشن، ابعادشون بعضیا بزرگ باشه، وزنشون زیاد باشه. شما بر اساس این وزن و ابعادشون میاد کلاس حمل و نقل بهش تعریف میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگید که آقا این محصول من چون بزرگه، چون وزنش زیاده، یک هزینه اضافی بابت حمل و نقلش میگیرم، یا من با مثلا روش با پست معمولی نمیتونم این وسیله رو بفرستم، باید بدم باربری و هزینهش جدا و براش کلاس حمل و نقل جدا تعریف میکنیم. که اینجا اگه تعریف کرده باشید تو این لیست کلاس حمل و نقلش میاد. شما میتونید وزن و ابعادش هم اینجا وارد کنید که تو صفحه محصولتون نمایش داده میشه، که ما اینجا فعلا با این تنظیمات کاری نداریم. محصولات پیوند شده، مثلا اگه بخواید یک محصولی رو که مشابهش توی سایتتون هست رو با هم یه جورایی لینک کنید یا مشتری رو تشویق کنید که بیاد در کنار این محصول یه محصول دیگه هم بخره که در واقع مکمل اون محصول قبلیه. مثلا اگه یه کرم مرطوب کننده میفروشید، در کنارش مثلا توصیه کنید که این کرم ضد آفتاب هم میتونه خیلی کاربرد باشه و اینجا اون محصول رو وارد کنید. جستجو که بزنید اسمشو، محصول میاد و میتونید اینجا این کار رو انجام بدید. قسمت ویژگی ها رو دارید. شما میتونید برای هر محصول بیاید یه مقدار یا یه ویژگی تعریف کنید. بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید که یه محصولی دارید در 2 اندازه مختلف. اینجا بیاید بر اساس اندازه یا بر اساس مثلا وزن، ابعاد، رنگ یا هر چیز دیگه‌ای بیاید اینا رو تفکیک کنید که مثلا مشتریتون بگه که من از این محصول رنگ سبزشو میخوام یا رنگ سفیدشو میخوام، بتونه انتخاب کنه. مثلا دیدید وقتی میخواد برید توی دیجیکالا یک محصولی انتخاب کنید که رنگ بندی داره، شما میتونید بر اساس رنگ بندیش انتخاب بکنید. اینم دقیقاً همونه. میاد اینجا مثلا من می‌نویسم رنگ محصول، اسمشو می‌نویسم و اینجا مقدارهاشو وارد میکنم. مثلا میگم سبز، بعد با این علامت خط صاف میام جداشون میکنم که روی صفحه کلید شیفت و پ فارسی
نگه دارید این علامت رو میزنه براتون. مثلا میزنم سفید قرمز. خب و این تیکم بزنید که تو برگه محصولتون نمایش بده. ذخیره ویژگی ها رو میزنم اینجا به روز رسانی میکنم و میام تو صفحه محصول رفرش میکنم صفحه رو. اینجا میاد تو قسمت توضیحات تکمیلی می‌نویسه که این رنگ ها رو ما داریم، ولی اگه بخوایم مثلا انتخابشون بکنیم، این که مثلا من دقیقا رنگ سبز، سفید یا قرمز رو میخوام، باید یه کار دیگه بکنیم. اینجا میایم برای اینکه این ویژگی قابل انتخاب شدن باشه که کاربر مشتری ما بتونه انتخاب کنه که از این محصول کدوم رنگش رو میخواد یا کدوم نوعش رو میخواد، محصولمون رو بعد از روی ساده بذاریم روی محصول متغیر. خب وقتی به محصول متغیر تغییرش میدیم، این دیدید این قسمت قیمت برداشته میشه. حالا بهتون میگم چرا. خب ما اومدیم گذاشتیم رو محصول متغیر که یعنی محصولمون قابل تغییر دادنه با اون ویژگی هایی که داره. و تو قسمت ویژگی ها ما گزینه رنگ رو اضافه کرده بودیم که سبز و سفید و قرمز. حالا این تیکم اگه ببینید اضافه شده که استفاده برای متغیرها. تیکه اینم میزنیم که ما بتونیم برای متغیرهامون ازش استفاده کنیم و ذخیره ویژگی ها رو میزنیم. حالا یه قسمت جدید اضافه شده به اسم متغیرها. میایم تو این قسمت میتونیم افزودن رو بزنیم یا تولید تنوع. تولید تنوع که بزنید میاد بر اساس مقداری که به این ویژگی ها دادین، یعنی این 3 تا مقدار، میاد 3 تا متغیر براتون تعریف میکنه. ببینید میزنم این اوکی هم میزنم. دیدید دقیقاً با اون تعداد متغیرهایی که ما ویژگی هایی که ما تعریف کرده بودیم اومد برامون متغیر ایجاد کرد. حالا اینجا میتونیم مثلا اگه محصولی داریم که رنگش سبزه، عکسش رو بذاریم و قیمتش رو وارد کنیم. مثلا میخوایم بگیم یا این محصول رنگ سبزش از بقیه گرونتره، میتونیم قیمتاش رو جدا جدا وارد کنیم. یا اگه نه قیمتاشون یکی هست، دوباره همون قیمت رو براش اینجا وارد میکنم. مثلا من 400,000 تومان رو وارد میکنم. عکسش هم میتونه متفاوت باشه. حالا برای اینکه متوجه بشید من یه عکس دیگه انتخاب میکنم. مثلا عکس یه محصول دیگر رو انتخاب میکنم. حالا عکس و نوشته خیلی دقیق نیست، فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوریه. خب میتونید هر کدوم از این ویژگی ها رو دوباره براش جدا جدا تعریف کنید. مثلا میتونید اینجا بگید که این محصول با این رنگ سبز موجود هست یا نه. اگه مثلا بذارید موجود نیست، وقتی کاربر انتخاب میکنه میگه این رنگو موجود نداره. یا اینکه مثلا قیمت فروش ویژه داره یا نه، یا وزنش یا کلاس حمل و نقلش، توضیحاتش، همه اینا رو میتونید جدا براش وارد کنید. خب ما میایم برای محصول سفیدم دوباره یه عکس انتخاب میکنیم. قیمتش هم مثلا اینو میذاریم 450 تومان. قرمز هم به همین صورت، مثلا اینو میذاریم 500 تومان. من یه عکس هم برای این انتخاب میکنم. اینجا ذخیره میزنیم و پالو هم به روز رسانی هم میزنیم. حالا وقتی میریم تو صفحه محصولات، من رفرش میکنم. ببینید حالا یه گزینه جدید اضافه شده به اسم رنگ که اینجا یه لیست داره که من میتونم از توی لیست انتخاب کنم و بازه قیمتی این محصول هم نمیشه از 400 تومان تا 500 تومان. چون اگه یادتون باشه ما برای یه محصول زدیم 400، یکی رو زدیم 450، یکی هم زدیم 500 که از 400 تا 500 اینجا داره قیمتشون نمایش میده. خب من گزینه سبز رو که انتخاب کنم، ببینید عکس محصول من، حالا این عکس خیلی با کیفیت نیست، مثلا اینجوری نمایش میده. عکس محصولم تغییر کرد، قیمتش هم اومد اینجا نوشت.
حالا مثلا من میگم که آقا من از این محصول یه دونه میخوام و میتونم افزودن به سبد خرید رو بزنم. بعدش میام رنگ سفید رو انتخاب میکنم، دوباره عکسش تغییر کرد، اینجا قیمتش هم تغییر کرد و دوباره میتونم تعدادش رو انتخاب کنم، بگم مثلا من از سفیدش 2 میخوام و افزودن به سبد خرید رو بزنم. به همین صورت برای رنگ قرمز میبینید عکسش تغییر میکنه، قیمتی که براش مشخص کرده بودیم هم اینجا نمایش میده و به این صورت شما میتونید یک محصول متغیر تعریف بکنید. حالا اگه به غیر از رنگ ویژگی دیگه‌ای هم بود که خواستید اضافه کنید، مثلا ابعادش یا مثلا هر چیزی که مربوط به محصولتون بشه، اینجا میتونید دوباره افزودن رو بزنید، یک اسم براش انتخاب بکنید و مقدارهاش هم به همون ترتیب وارد بکنید و اینجا دوباره میاد یک گزینه دیگه به این صورت یه لیست دیگه براتون نمایش میده که کاربرا میتونن بر اساس اونم انتخاب کنن و بعد توی قسمت متغیرها دوباره همین روند رو تکرار میکنید و متغیرهاشو تعریف میکنید با قیمت‌های متفاوت، با عکس‌های متفاوت. اینم از قسمت متغیرها و ویژگی‌ها. توی تب پیشرفته قسمت اول قسمت یادداشت خرید هست. بعد از اینکه مشتری خریدش رو انجام داد، مثلا شما میخواید یه متنی رو بهش نمایش بدید، مثلا یه پیغام تشکر یا یه کد تخفیف بهش نمایش بدید، میتونید اینجا بنویسید. ترتیب فهرست در واقع ترتیب نمایش محصولات توی قسمت فروشگاه هست و اینجا هرچی عددش کمتر باشه محصول بالاتر نمایش داده میشه. فعال کردن نقد و بررسی هم اگه تیکش رو بردارید، کاربرا و مشتریان نمیتونن برای اون محصول نقد و بررسی یا همون نظراتشون رو ثبت کنن که اینجا میذاریم تیکش بمونه. خب این قسمت هم کامل شد. توی صفحه محصولات من توضیحاتش رو کامل خدمتتون گفتم. از این بالا هم باز میتونید یه سری از گزینه ها رو حذف کنید که صفحتون خلوت‌تر بشه و برای کار خودتون راحت‌تر بشه. اگه گزینه‌ای که من توضیح دادم دیدید توی صفحتون نیست، حتما از این بالا میتونید تیکش رو بزنید و تنظیماتش رو انجام بدید. خب اینم از قسمت تنظیمات ووکامرس توی صفحه محصولات. خب خیلی خلاصه بریم قسمت دسته‌بندی ها هم براتون توضیح بدم. اینجا شما میتونید مثل قسمت نوشته ها یا هر پست تایپ دیگه که دسته‌بندی داره دسته‌بندیاتون رو اضافه بکنید. حالا بسته به اینکه محصولاتتون چی هست و چه زیرشاخه هایی داره، چه زیر دسته هایی داره، میتونید اینجا دسته‌بندیاتون رو وارد کنید. به عنوان نمونه حالا ما مثلا محصولاتمون محصولات آرایشی هست، میام اینجوری دسته‌بندی میکنم. مثلا میگم محصولات پوست. خب اینجا نامکش یا همون آدرس URLش رو می‌نویسم. ببینید اینجا من ویرایش سریع رو بزنم، نامکش همون فارسی خودشه. اگه نذارید خالی بذارید، دقیقاً همین نام دسته‌بندیتون میاره اینجا قرار میده. ولی اگه طبق همون اصول سئو که گفتم اگه فارسی نباشه بهتره، میتونید انگلیسی وارد کنید. اگه فاصله هم گذاشتین اشکال نداره، خود تنظیمات وردپرس این فاصله ها رو با خط تیره پر میکنه. خب حالا میخوایم بگیم که این دسته اصلیه یا اینکه زیر شاخه یه دسته دیگه است. خب اینجا چون محصولات پوستی جزو دسته‌های اصلی حساب میشه، ما این رو روی هیچ کدام میذاریم و ذخیره رو افزودن دسته رو در واقع میزنیم. خب محصولات پوستی ما اضافه شد. حالا میخوایم براش زیر دسته انتخاب کنیم که مثلا محصولات پوستی شامل چه چیزایی میشه. مثلا من میزنم ضد آفتاب که جزئی از محصولات پوسته. حالا نامکش رو خودتون درست وارد کنید. من اینجا از دسته اصلی اینو میذارم روی محصولات پوستی و افزودن دسته رو میزنم. دیدید اینجا ضد آفتاب میاد در واقع زیر مجموعه محصولات پوستی میشه. وقتی که یک خط تیره داره یعنی اینکه یک شاخه اومده داخل، یعنی ضد آفتاب زیر مجموعه محصولات پوستی. حالا اگه بریم توی صفحه محصولات، ویرایش محصولات در واقع،
توی قسمت دسته‌بندی می‌بینید این دسته‌های ما اضافه شده و ضد آفتاب اومده زیر مجموعه محصولات پوستی قرار گرفته. میتونید حالا دسته‌بندی ها رو تغییر بدید و به روز رسانی بزنید. بعد از قسمت محصولات میریم روی قسمت بعدی پرداخت ها رو بهتون نشون بدم. توی قسمت پرداخت ها همونطور که دیدید وقتی زدم اومد توی قسمت پیکربندی که قبلا براتون اینجا توضیح داده بودم که وقتی درگاه پرداخت رو افزونش رو بگیرید و نصب کنید و فعال کنید اینجا اون افزونه میاد. من یه سایت نمونه رو بهتون نشون بدم که درگاهش فعاله. به این صورت هست. مثلا درگاه زرینپال داره اونجا فعاله و میتونید مدیریتش کنید. این در واقع همون قسمت پرداخت‌ها توی پیکربندی. بعد از اون قسمت تجزیه و تحلیل رو داریم و بازاریابی. قسمت تجزیه و تحلیل من به طور خلاصه بخوام بگم اینه که بتونید درآمد خودتون و سفارشاتتون و محصولات و چیزهای دیگر رو اینجا بررسی کنید و تجزیه تحلیل کنید. یه قسمت مهم دیگه که هست میخوام توضیح بدم توی قسمت بازاریابی کدهای تخفیفه. وقتی واردش میشید اینجا میتونید برای خودتون یک کد تخفیف وارد کنید و بعد مثلا تو دوره‌های فروش مختلف کد تخفیف بذارید یا به یه سری از مشتریاتون که مشتریان وفادارتون هستن کد تخفیف بدید یا بگید که اگر از این سهم بیشتر خرید کنید این کد تخفیف میتونید استفاده کنید. خب حالا ما یه نمونه ایجاد میکنیم. افزودن کد تخفیف میزنم. اینجا اون کد تخفیفتون رو وارد میکنید. میتونید هم این دکمه کد تخفیف ایجاد کنید رو بزنید و به صورت رندوم براتون با حروف انگلیسی کد تخفیف درست میکنه. فقط یادتون باشه کد تخفیفتون باید حتما فقط حروف انگلیسی و عدد باشه بدون هیچ خط فاصله. توضیحات هم اختیاریه، میتونید براش توضیح بذارید یا نذارید. مثلا اگه تعداد کدهای تخفیفتون زیاده میتونید توضیح بذارید که این کد تخفیف برای چه موردی هست که یادتون نره. حالا اطلاعاتش رو اینجا با هم مرور میکنیم. قسمت تبع همگانی رو داره که نحوه تخفیف رو داره میگه. شما اگه بیاین رو درصد تخفیف بذارید میاد اون درصد میزان تخفیفی که اینجا مشخص میکنید و از روی کل اون سبد خرید مشتری به صورت درصدی کم میکنه. میتونید اینجوری تعریف کنید که مثلا اگه مشتری من از مثلا 1 میلیون بیشتر خرید کرد اینقدر درصد بهش تخفیف بده، مثلا 10% بهش تخفیف بده. اگه بذارید روی تخفیف ثابت سبد خرید و میزان تخفیفش رو مشخص کنید، یعنی اینکه سبد خرید شما همیشه شامل با این کد تخفیف شامل مثلا اینقدر تخفیف میشه. اگه روی محصول بذارید این کد تخفیف رو روی محصولات خاص میشه اعمال کرد. خب تو گزینه بعدی میگه که اجازه حمل و نقل رایگان هم میدید یا نه. اگه تیکش رو بزنید یعنی اینکه این کد تخفیف شامل حمل و نقل رایگان هم میشه و تاریخ انقضاش هم میتونید از این پایین مشخص کنید که این کد تخفیف تا چه تاریخی فعاله و قابل استفاده است. قطعا ما نمیخوایم همه کدهای تخفیفمون همیشگی باشه و یه بازه زمانی براش مشخص میکنیم. مثلا یک مناسبت خاصیه، شما میخواین 1 هفته تخفیف بذارید، یک روز خاصی تخفیف بذارید، تاریخش رو از اینجا مشخص میکنید. توی تبع محدودیت‌های دسترسی حداقل و حداکثر هزینه‌ای که برای این تخفیف در نظر گرفتید رو میتونید مشخص کنید. مثلا همونجور که گفتم برای مشتریایی که از یه محدوده قیمتی به بالا سفارش میدن یا خرید میکنن شما میتونید این قیمت رو مشخص کنید. مثلا بگیم که از N تومان به بالا خرید کنید شامل تخفیف میشه، میتونید از این کد تخفیف استفاده کنید. یا اینکه خالی بذارید که حداقل و حداکثر نداشته باشه. گزینه بعدی میگه همزمان با کدهای تخفیف دیگه قابل استفاده نیست. شاید شما چند کد تخفیف برای مناسبت‌های خاص یا مثلا یه سری شرایط خاص تعریف کرده باشید و میخواید که یه کد تخفیف درست کنید که کاربر نتونه با کدهای تخفیف قبلی یا همزمان چند تا کد تخفیف رو با هم استفاده بکنه و تیک این گزینه رو میزنید.
یه سری محصولات همونش که بهتون نشون داده بودم فروش ویژه داشته باشن، مثلا اینکه شما قیمت فروش ویژه رو تو بخش محصولات وارد می‌کردید، مثل محصولاتی که تخفیف خورده نشون داده میشد، میتونید اینو اگه تیک بزنید این گزینه رو، میاد میگه که آقا محصولاتی که فروش ویژه دارن شامل تخفیف نمیشن، یعنی ما اون تخفیف رو محصول اعمال کردیم و دوباره کد تخفیف رو این محصولات کار نمیکنه. میتونید اینو تیک بزنید. اگه محصولات ویژه ندارید میتونید این تیک رو بردارید. تو این قسمت هم میتونید مشخص کنید که برای چه محصولاتی میخواین یا چه دسته هایی میخواین تخفیف اعمال بشه. مثلا اینجا محصولات رو می‌نویسید یا اینجا می‌نویسید که همه محصولات مثلا باشه به جز این محصولاتی که تو این کار می‌نویسید، یا همه دسته‌بندی‌ها باشه به جز این دسته‌بندی‌هایی که اینجا مشخص می‌کنید. توی تب بعدی که محدودیت استفاده هست، شما میتونید اون از کد تخفیفی که دارید و بهش محدودیت بدید. حالا به چه روشی؟ مثلا فرض کنید که یه کد تخفیف گذاشتید، میگید به 5 نفر اولی که امروز خریدشون رو انجام بدن این کد تخفیف تعلق میگیره و میایین اینجا براش مثلا عدد 5 رو میزنید که محدودیت استفاده داشته باشه، که کسای دیگه اون کد تخفیف رو داشته باشن نتونن استفاده کنن، فقط اون 5 نفر اول میخوان استفاده کنن. یا اینکه برای مصرف هر کاربر اینکه مشخص کنیم هر کاربر چند بار میتونه از این کد تخفیف استفاده کنه. اینجا میتونیم تعدادش رو محدود کنیم، مثلا هر کاربر یه بار میتونه از این کد تخفیف استفاده کنه. البته تنظیمات محدودیت برای استفاده هم توی قسمت پیکربندی بود، تو جلسات قبل براتون توضیح دادم. من تمام مراحل نصب و پیکربندی و تنظیمات ووکامرس رو براتون توضیح دادم، چیزهایی که تا اینجای کار لازم داشتیم و تو جلسات بعدی میریم که با هم المنتور رو نصب کنیم و صفحات خودمون رو طراحی کنیم که از این حالت خیلی بیریخت و زشت در بیاد، که در واقع مثلا یه همچین چیزی مد نظرمونه. حالا این یه نمونه هست که من دارم بهتون نشون میدم، بتونید چنین صفحات زیبایی داشته باشید و خیلی مرتب و جالب باشه با توضیحات کامل و با یک سبک نمایش جذاب که هم برای صفحه دسکتاپ هم برای موبایل ریسپانسیو باشه. آره، میریم این مراحل رو تو جلسات بعدی کامل بهتون توضیح بدم که چجوری میتونید تنظیماتش رو انجام بدید و به چنین طراحی جذاب‌تری برسید. خب بازم ممنونم که همراه ما بودید. یه خسته نباشید میگم، تا اینجای کار ادامه دادید و اومدید مرحله به مرحله. واقعا ازتون ممنونم. امیدوارم که آموزش‌ها براتون مفید واقع بشه. بازم اگه سوالی داشتید یا نظری داشتید توی کامنت‌ها ازم بپرسید. کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگه آموزش‌های ما مفید بود حتما برامون کامنت بذارید، بهمون انرژی بدید. بازم ممنونم که همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.